خب بچه ها بریم سراغ این تایید کردن دوره‌ای که ساخته شده، تایید و حذف و خلاصه ریجکت و این حذف که انجام دادیم، تایید و ریجکت و قفل و الی آخر. خب با این تایید بیایم و شروع بکنیم. برای تایید جلسه ما هم میام توی لسن کنترلر و اینجا برید از همون دیتیل شروع بکنیم. این جیسی که اینجا هست و میبندم. من قبلا تایید رو برای قسمت سیزن ها انجام دادم، پس میام توی سیزن و اونجا یه دونه ایندکس دارم، بازش میکنم و اینجا خب من تایید رو دارم. این تاییده، اینم رد. خب حالا پایینتر این دوتا رو کپی میکنم و میارم توی دیتیلز و اینجا که لسنز باشه اینجا دقیقا همینجا این که رد و اینجا پیست میکنم. تایید رو از اینجا پاک بکنیم چون بالاتر دارمش. خب این از دکمه هاش. میگم که به کجا باید بفرستی؟ به seasons به lessons lessons dot accept یا lessons dot reject، درسته؟ و اینجا هم میام و بهت lesson ID رو میدم. خب من این دوتا راوت رو ندارم، بیام و ایجاد بکنم. میام اینجا میگم که از همین یه دوپلیکیت میگیرم. برای ریجکت و اینا واقعا فکر نمی کنم به این ارسال خود کورس نیاز باشه. خب همینجا میگم که lessons و اینجا میگی که lesson رو آیدیشو بهت میدم، از نوع پچ هستی و همینطور بفرستیش به کجا؟ به accept. اینه که میخوام برای accept باشه و alt j accept lessons dot accept. همینو دوپلیکیت کنیم، یه دونه هم برای reject. خب reject به این شکل. این دوتا رو دارم. بیام اینجا، میام حالا نه این پایین، دقیقا همینجا قبل destroy یه دونه pop f برای accept میسازم. اینجا $id رو میگیره و نهایتا میام اینجا accept رو انجام میدم. برای accept هم میام میگم که $ds repository lesson repo، البته $ds lesson repo بیا و یه دونه accept داری رو خودت و اینجا من $id رو بهت میدم. خب accept رو میگه ما نداریمش. البته من به جای accept قبلا از update confirmation status استفاده کردم، بذارید باز هم از همون استفاده بکنم. $id رو بهش میدم، ببینم چی میگیره. یه دونه آیدی میگیره، یه دونه استاتوس. خب پس میام اینجا دوباره از همون مدل lesson کمک میگیرم و میگم که استاتوس accepted رو براش بفرست. خب accept که کردی بیا اینجا یه دونه new feedback که نیست، یه دونه return ajax responses و success response رو بفرست سمت سرور. خب حالا برم توی این update confirmation status ببینم اینجا چی کار کردم. گفتم که بله این دوتا رو میگیری، یه دونه lesson داری با این آیدی که گفته پیدا بکن confirmation statusش رو به این شکلی که اینجا بهت گفته برو و آپدیت بکن. خب کاملا درسته. همین accept رو یه دونه کپی به پایینتر پیست و این بار میشه reject و اینجا هم دقیقا confirmation status reject رو من بهش میدم. خب الان ظاهرا سمت سرور من اوکی شده. خب میام اینجا یه ریفرش انجام میدم. خطا خوردیم که این راوته وجود نداره. خب من اینجا یه اشتباهی دارم، اومدم یه همچین راوتی که هر دوتاش هم پچ هست دوبار مثلا نامگذاری کردم که اشتباهه. اینجا یه دونه accept اینجا اگه اضافه بکنیم و اینجا هم یه دونه reject دیگه همه چی اوکی میشه. ریفرش. خب الان اینا رو دارم. برای اینکه همه چی درست کار بکنه من برمیگردم به دیتیلز و همینطور ایندکس هم که اینجا هست باز میکنم. اگه یادتون باشه اون کلاسی که کانفirmation استاتوس، اون تیدی که کانفirmation استاتوس توش هست باید یه همچین کلاسی داشته باشه، درسته؟ پس من اینجا که اینو گذاشتم میام و به این شکل اینو قرار میدم که شما کانفirmation استاتوس هم دارین. خب مجددا ریفرش میکنم. الان انتظار دارم که اگه این تایید رو بزنم و اینجا اوکی رو بزنم تایید انجام بشه و اگه یه بار صفحه رو ریفرش بکنم همونطور که میبینید تایید شده هستش. حالا برای ریجکتش هم مجددا یه
میگه که رد شده و ریفرش میبینید که رد شده هستش. خب حالا اگه میخواین که به صورت پیشفرض هم اینا رنگ بندی داشته باشه، مثلا این استاتوسی که اینجا مینویسیم، من باید بیام و از یه دونه دستور شرطی اینجا استفاده بکنم. به این صورت که میام و میگم که @if $lesson و همین کانفirmation استاتوس بذارید کپی بکنیم. همین کانفirmation استاتوس اگه برابر بود با میگم که مدل lesson و اینجا وقتی که کانفirmation استاتوس برابر با accept هست، اگه اینطور بود خب حالا من باید اینو توی یه دونه اسپن بندازم. اینجا یه خورده کثیف کاری شد. یه اسپن یه اینطوری میخوام به این یه دونه کلاس بدم. میگم که حالا اگر توی این کلاس من یه همچین شرایطی دارم، اگر این بود اینجا یه کلاسی که بهت میدم تکست ساکسزه و یا اگر @else دوباره if هم اگه باید بذارم دیگه، چاره ای نیست چون 3 حالت داره. ممکنه پندینگ باشه، ریجکت باشه و یا هر چیزی. میتونه accept باشه، قبول شده باشه، میتونه ریجکت باشه یا میتونه پدینگ باشه. پس اینجا 3 حالت. مجددا اینجا من مجبورم که یه دونه if دیگه بنویسم. البته میتونم این else if رو بیارم خط پایینتر به این شکل. این آیش هم باید کوچیک باشه. خب @else if یه دونه end if هم بنویسیم که این آندرلاین از زیر if هم بره. خب حالا توی else if میگم که $lesson و همین دوباره کانفirmation استاتوسی که داشت، بذارید کپی بگیرم به اینجا، مساوی با، اگر مساوی بود با مدل lesson و کانفirmation rejected، شما بیا اینجا کلاسی که میخوام بنویسی تکست ارور هستش به همین شکل. خب صفحه رو ریفرش میکنم. به خطا خوردیم، گفته که unexpected and for each. من این if رو اینجا اضافی دارم، باید پاکش کنم. خب حالا به این شکل ریفرش میکنم. الان به صورت پیشفرض هم رنگ بندی رو دارم که اگه مثلا تایید بکنم سبز که میشه، ریفرش کنم بازم سبزه. ولی خب بچه داشتن یه همچین کدی و یه همچین شرط و شروطی توی فایل‌های بلید پذیرفتنی نیست. خب من بهتره که بیام اینو از اینجا تا اینجا کات بکنم کلن، البته به جز این چیزی که اینجا هست این قسمت رو کات بکنم شرطامو. خب و اینجا بنویسم که $lesson و مثلا get confirmation status مثلا کلاس یا css کلاس. خب css کلاس یک همچین متدی دارم توی اینجا. خب میگم که public function و اینجا اینو باید ریترن بکنم دیگه. از این تیره ها، از این ادساین ها خبری نیست. من اینا رو پاک بکنم. به جای $lesson هم باید بگم که $these و به جای این lesson هایی هم که اینجا گفتم باید بگم که self. خب و اینجا باید اینا رو ریترن بکنم، این استرینگ هایی که اینجا هستن. به این شکل اینو ریترن میکنم. این قسمت هم باید ریترن بشه دقیقا مثل حالت قبل. ریترن بکن اینو و این end if هم دیگه اینجا نیازی نیست. خب Alt L. حالا این قسمت اسمش چی بود؟ اسم متدم رو بهتره که یه خود طولانیه، بیام از اینجا یه کپی پیست میگم که یک همچین چیزی هست. شما قراره که بیای و یک همچین چیزایی رو برای من برگشت بدی بسته به چیزی که هستی. اگر موفقیت آمیزه، حالا به اینا هم نیازی نیست خب چون از سلف استفاده شده، اینا باید پاک بشه. و میگم که اگه کانفirmation استاتوس برابر با accepted هستش، شما بیا بگو که success، وگرنه بگو این. در غیر این صورت هیچی نگو، حالا میتونه همینطوری بمونه. خب اینو جنریت کردم و تمام. میام اینجا صفحه رو ریفرش و همونطور که میبینید هنوز همون نتیجه رو داریم.